سلام دوستان عزیز، خدا نجات و خوش باشید. دوستان عزیز، در هر کنج دنیا هستید خوش و خوشحال باشید. رقم از ما وارید، رقم از ما غریبه وارید، مهاجری دریاو نباشید. دوستان عزیز، من امروز دفتر سفارت به خاطر که از من شماری من مال مبارکه بود. راستش این شرطی برای خروجی میگه یا نه. بعد از اون روز نوبت گرفتی باشه فردا یک شنبه حتما باید برای خروجی خوب به خاطر که امروز اگه نمیداد یک وقت نمیداد. دوستان عزیز درخوار افتاده که نوبت نشد که برای خروجی بگیریم. ما گفتیم شاید هم نده به خاطر که ما برای مالی مبارکی اصفهانه، ولی اشکال نداره هر جایی که باشید فقط برای خروجی ازت دفتر کفالت میگم. ما به خدا چند خبرم سر کدام که برای شماری تمدید شده ولی تمدید نشده. ما این روزم خود مرافت مادم خدمتی رفتیم برای خروجی میگه یا نرفتیم برای خروجی داره و مردم باید خیلی شلوغ هم هستن. دوستان ما اولین دم از چیز دفتر کفالتم گرفتم حتما سر که داد باورشم شد که واقعا حقیقت داره، ولی این حرفایی که مثلا در خبر در فیسبوک اینا همه‌شی مردم خوشحال مونه ولی دروغه. سلام درود خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حال یکایکشون خوب باشه. چند خبر مهم درباره اتباع و برگه سرشماری. دوستان عزیز، ما اومدیم دفتر کفالت، یکی از دفتر کفالت های اصفهان دیگه بلده برگه خروج نوبت گرفته بودیم، حالا اومدیم که برگه خروج بگیریم دیگه. یعنی هم بارم یک چند تا سوالم دارم درباره کسایی که دانش آموز داره، کسایی که واقعا پاسپورت خانواری داره. این دفتر کفالت خیلی هم شلوغ، همشهری ها واقعا متاسفانه همینطور ناراحت و دیگه منتظر نوبت دیگه. بعضی ها تمدید پاسپورت داره اونا که هیچی، بعضی های دیگه همه داره برگه خروج میگره. خلاصه همین نگران، همه که منتظر در صف. دوستان لطفا تا آخر بیننده باشین. چند چیزی نکته های مهمی که ما قرار است سوال کنم بلدهشون در عرض میرسونم. دوستان ما سوال کردم از جمله درباره همه کسایی که واقعا دانش آموز داره برای سال بعدی ثبت نام میشه نمیشه. اینا گفتن که نه، کسایی که برگه سرشماری داره و برگه خروج میگیره نمیتونه دوباره دانشجویانیش ثبت نام شنه برای درس. این خیلی جای نگرانیه واقعا دیگه. چاره نیه جز بریم به کشور خود ما هم برگه خروج را بگیریم. بیننده باشین. تشکر از شما دوستا، واقعا جهان سپاس که همیشه ما رو یاریدین. بریم افغانستان بهتره، همونجا هرچی شد. خدا همون کشور خودمون آباد کنه انشالله که ما یک کشور آباد داشته باشیم. بریم بچه های همونجا درس بخونه. از قدیم گفته خاک کسی از کسی نموشه. دوستا جهان سپاس که تا این لحظه قد از ما بودین. اینم گزارش دفتر کفالت دیگه. با برگه سرشماری و پاسپورت خانواری دستنویس بچه‌هاتون داخل مدارس ثبت نام نمیشه. از امسال فقط خانواده‌هایی میتونن بچه‌هاشون رو داخل مدارس ثبت نام کنن که سه مدرک معتبر داشته باشه. یکی کارت آمایش، دوم گذرنامه با پروانه اقامتی یا گذرنامه خانواری الکترونیکی یا دفترچه اقامت. برای ثبت نام هم باید نامه از طرف مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر بشه. از اول تیر 1404 هم برید داخل سایت کانون نوبت و مراحل ثبت نامتون رو انجام بدید. شنیدن این خبر ممکنه برای خیلی از خانواده‌های افغانستانی سخت باشه، چرا که هنوز خیلی‌ها برگه سرشماری دارن و وضعیت اقامتشون مشخص نشده و یا برگشتن به افغانستان. خبر خوب اینه که قراره از طریق فضای مجازی آموزش از راه دور برای کسایی که به افغانستان برگشتن فراهم بشه تا بچه‌ها از تحصیل عقب نمونن.